شب معراج رسول الله جنت دور مدن 8 10 کسا رسول الله زنده بشارتی به جنت داده. جنت حقه، کسی این کار میکنه از دین میبره. 8 چیز نگر ایمان نداشته باشی نمازت قبول نیست. یکیش همین چی از جنت است. الحمدلله. بلال حبش سوال کرد پیغمبر، آیا در جنت چی دیدی؟ گفت بلال صدقه تو شوم. من گفت شرفه پات در جنت شنیدم. تو از من پیش جنت دور مدی. گفت چی خصلت داری بگو. گفت من دائم طهارت کنم، 2 رکعت شکرانه وضو میخونم. یک شکرانه وضو فضیلت بین. چی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابو طلحه، ابو سعد همش بشارتی به جنت داد. حالی دور مده پروپس که جنت دارن اینا. از خدمتی که در راه الله کردن خالصانه انشاءالله خدا خواهد. اسلام مکمل توغری، نه یک ناتوری، توغری تلقین کردن، توغری به مردم دینی حق بدن، خدمت کردن. الله سبحانه و تعالی نه دنیا نگذشته بشارتی به چی داد؟ بشارتی به جنت شد داد. ببین هلال، بلال دیگر است با هلال است. رسول الله به صحاباش دیگه بودن، گفتن حاضر، گفتن از دروازه یک اهل جنتی میدراید. همه صحابه خسته میگن نزد دروازه دویدن. در این مسجد کی باشد؟ گفت شما نمیشناسه. با میگه هوی که گشت آمدن اطراف میگن رسول الله مثل پروانه شپرکاری شدن. همه منتظری در بود که میگن یک جوانی سیاه پوست اومد. میگن بسیار خراب، از گوشنگی میگن حتی چشماش در کاسات خانه سرش رسیده ای بود. گفتن انا میگفتن اهل جنت است. گفتن گوشنه هستی؟ گفتن گوشنه هستم. و گفتن شرافتی زیارت شما 3 روز با روزه میگیرم. 3 روز میگه روزه گرفتن. رسول الله که یا هلال گفت در افطار گفتن بعد 3 روز در حق من دعا کرد. آیا گفتن من تا 3 روز میرسیداشم؟ الله میدونه. گفتن این ملعون مغیره غلامش بود. 3 روز بعد میگه که حضرت جبرئیل اومد گفت محمد هلال از دنیا گذشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه خستن دویده میگه طرف خونه مغیره ملعون رفتن. دروازش تق تق کرد گفت من هو این دلباب که از نزد دروازه من. میگه از درون داد زدی ملعون. محمد گفت من پیغمبر هستم، محمد هستم، آمدم در خانه تو تعزیه شده است. هیچ کس گفت مردگی نیست خانه من حاضی از بالای دستارخوان خستم. گفت یک بار دیگر بین. رفت میگه با دید اومد با سیاستگر گفت گفت مغیره من به اختیار خودم نامدم، بلکه من الله امر کرد که در خانه تو یعنی هلال وفات کرده است. گفت ها طوری میگه؟ گفت تاوی گام میرفتگی از پا تازه میکرده یک غلام دارم. رسول الله به صحابه داغی شدن میگه یک میگه دست پاچش در بالای نجاست. حضرت جبرئیل امین میگه سرش در بغلش گرفته است و پشه های مغیره را حی دارد. انشاءالله رای اسلام دگر خور نمیشی. گفت ای ملگون، گفت مغیره این گفت یک کپک نجاست تازه کنی من است. گفت کاش که گفت قدر اینه میدونستی این از اهل جنت است. حضرت عمر گفت یا رسول الله اجازت من گفت هلال غسلتی من کفنش کنم؟ نه گفت. هلال گفت غریب بود من غریب هستم. هلال کسی نداشت من کسی نداشتم. من خودم اینه به دست ادبم غسلش میتیم، به دست ادبم کفنش میکنم و به خاک میسپارم. حضرت هلال میگه شوفتن تازش کردن و میگه به قبر سپاریدنش.
و دروازه را محکم کردن. محمد خندید صلی الله علیه و سلم. صحابه در سوال کردن یا محمد آخین جای حسرت از گریه است، امروز شما میخندین. من 3 کار میبینم. گفت در قبر که شما نمیبینه. و مجرد موندن نگد حورهای جنت نگد 1 پنوس افقات آوردن نزدیک هلال که این روزدار است. یکی دیگرش گفت که میگد یا محمد من در نکای همین هلال دارم، من میخوام که زنی همین هلال باشیم، این دخترهای جنت بدن از زنی من. میگد هلال در جواب چی گفت؟ گفت من نه افقات جنت میخورم نه دخترهای جنت به نکاح میگیرم تا که دیدار الله نبینم. یگانه یکی آرزوی من انشاءالله به همین چشم گوش نه دیدنی چی است؟ الله حق سبحانه و تعالی است. عزیزانی من بینین الله حق سبحانه و تعالی دوستاش در یگان جا خار نمیکند. کسی که خدا خواهد برای الله طاعت نکند، برای الله عبادت نکند و اسلام درست تلقین نکند و در اسلام خالصانه خدمت نکند، عزیزانی من مثل هلال انشاءالله نه در این دنیا گرچه در نزد مردم خاری، در نزد مردم زاری، لیکن نزد الله باید که قدر داشته باشی. نزد الله قدردارا را هرگز الله سبحانه و تعالی خوار نمیکند.